برادری عزیزی که در وقت نماز قضا میکنی و کار میکنی، همون پولی که همون درآمدی که در وقت پیشین قضا کردن پیشین قضا کردی و کار کردی، همون پولی که برای تو درآمد شده، وای پول والله قسم برات حرام است. اون پول برای تو حرام است. امر خدا از همه امرها بالاتر است. رزاق و رزق دهنده تو الله رب العالمین است. میلیون انسان‌های هستند، میلیون انسان‌های هستند که اونها کار نمیکنن به خداوند و اینها را رزق داده شده است. بنده های واقعی و حقیقی پروردگار عبادت کنندگان هستند. در عبادت و بندگی خدا همیشه پیش قدمند، سستی ندارند.